سلام و درود خدمت بینندگان عزیز، خوش اومدید به کانال امیر گیم. دوستان، این کانال تازه گذاشتم و میخوام در واقع ویدیوهای آموزشی و گاهی اوقات هم ویدیوهای سرگرمی در مورد بازی‌های شرکت سوپرسل خدمت شما انجام بدم و در خدمت شما عزیزان باشم. و لطفا اگر دوست دارید منو حمایت کنید، میتونید چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو حتما بزنید برای اینکه بتونید از ویدیوهایی که براتون میذارم اطلاع پیدا کنید و باخبر بشید. و لطفا لایک هم اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک هم بکوبین. مرسی عزیزان. رو بریم سراغ آموزش 3 ستاره کردن جایگاه بزرگ. و قبل از اینکه بریم سراغ این 3 ستاره کردن، میخواستم بگم که این رویداد من یه خورده دیر براتون ویدیو گرفتم چون تازه کانالمو گذاشتم و از این به بعد اگر بخوام در واقع ویدیو درست کنم به موقع این رویدادها رو خدمتتون آموزشیشو براتون میذارم. خب بریم که داشته باشیم. اول از همه نگهبان بزرگ رولت زمینی در این مکان مستقر میکنیم. به دفاع هوایی هم در این مکان میزنیم. بعد پتو آزاد میکنیم. بچه این یک بخش مهمیه که حتما اینجا باید رعایت بشه. بعد میایم در این مکان دفاع هوایی رو میزنیم. بعد اول از اینو آزاد میکنیم و پس از اون هم ویزارد موسیقات رو آزاد میکنیم. من بهشون اینجوری. و خب بعد سراغ شلوغ انداز میریم. شلوغ اندازو که زدیم میایم سراغ چی؟ این برج کماندار چند تایی. و از همین گوشه پیش بریم که با برج جهنمی درگیر نشه. میریم سراغ برج جادو. یکم صبر میکنیم اینجا تا در واقع جون نگهبان بزرگ کامل بشه، تکمیل بشه. بعد میریم سراغ برج جهنمی و منتظر میمونیم که این نگهبان بزرگ برج جهنمی رو تخریب کنه. بعد ویزارد رو آزاد میکنیم و این آتش انداز رو اینجا رو ور میداریم. بعد پتو آزاد میکنیم. بعد این قوچ سوارا رو آزاد میکنیم. از این گوشه پیش برید که درگیر این تک سنگا نشید. مشکلی براتون پیش نیاد. خب اینجا نزدیکه که آماده ایم که الان چیکار کنیم؟ از قدرت نگهبان بزرگ آزاد کنیم برای تخریب این جعبه‌ای که در اینجا قرار داره و تمام. و تمام خودکار این 3 ستاره میشه دیگه. چقدر ساده و آسون بودش. خب عزیزان، مرسی که تا آخرین ویدیو همراه ما بودیم و تحمل کردید و لطفا حتما چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو حتما بزنید تا از ویدیوهای بنده با خبر بشید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار و بدرود.